همین هر روزه ما بسیار در باره کلمه ایمان بحث میکنیم. به فکر شما ایمان چیست؟ بله، واقعا ایمان یک مفهومی بسیار وسیع است، اما من میخواهم کوتاهک با یک مثال برای شما فهمانم. شما فکر کنید که یک گروه مردم یک دهه همه کس جمع میشوند، یک جا میروند تا اینکه دعا کنند باران بارد. وقتی پگاه ساعتشون معین میکنه همه میروند، تنها یک کودک با خودش چتر میگیرد، چون او ایمان داشت که باران میبارد. ایمان یعنی باور داشتن. بسیاری ها باور نداشتن. یعنی باوری و ایمان همون چی که تو بعدی آن که تو دعای میکنی، کار رو اقدام میکنی، تو حتما به عملی شوی آن انتظاری داری. این از ایمان وابسته است. پس باوری چیست؟ باوری یعنی شما ببینید وقتی که شما یک کودک یک ساله را به بالا پرتاب میکنید، او تبسم میکند به خاطر آنکه میداند که تو حتما آن را باز میداری. باوری یعنی اینکه تو در قلب میدانی که یک تکیهگاه داری. خب درباره ایمان و باوری گفتیم. امید چیست؟ شما ببینید ما هر شب پیش از خواب یعنی وقتمان رو برای پگاه تنظیم میکنیم، یعنی بدونی رو میگذاریم، اما ما نمیدونیم که سحری صبح از خواب برمیخیزیم یا نه. اما که امید داریم، این امید ما رو وادار میکند که ما زنگ ساعت را منتظر شویم. یعنی این امید است. امید رو فهمیدیم. خب محبت چیست؟ محبت یعنی اینکه امینه جان، وقتی که ما کودک خود را سرزنش میکنیم، هنگام گریه کردن دویده نزد ما می آید تا اینکه ما او را در آغوش گیریم تا اینکه آرام شود. یعنی من فکر میکنم که آغوش باز همه وقت تولید کننده محبت است. محبت یعنی بخشیدن، محبت یعنی صداقت، محبت یعنی راستی، محبت یعنی پاکی. درباره امید و محبت خیلی خوب فهمیدیم. خب کلمه خودی خیرت چیست؟ خودی خیرت گفته چی رو میفهمیم؟ خیرت زیوری نامداران بود. خیرت یعنی امینه جان اینکه وقتی که یک مشکل سر میزند، ما به سخن قلبمان گوش کنیم، نه به دانش تکیه کنیم. هر آنچه که از دانش بالاتر است ما رو با آرامش میبرد، او خیرت نام دارد. خب با خیرت بودن این معنای آن رو دارد که به دل خود گوش کنیم؟ بله. خب بیاین عزیزان در وقت مشکلی به قلب خود گوش نماییم، نه اینکه به دانش خود. با مرکز خیرت بمانید تا بهترین ها رو بشنوید.